اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، یک اعلانی در حالی از حساب مفتیات شهر پیران برای ما رسید. یک خبر این را خواستم برای مردم شهر پیران برسانم که یعنی دوام 2 هفته، یعنی فردا روز جمعه آیان 27 مارد و جمعه آیان دیگرش هم نمازهای جمعه یعنی در مسجدهای شهر پیران خوانده نمی شود. و این خاطر من خواستم که خبردار کنم تا اینکه مردم سرگردان شده نیایند، چون که از حساب گوبرناتور شهر معین شده است، برای اونها یعنی خبر شده است، امر کردن که یعنی مسجدها را دوام 2 هفته به خاطر احتیاط از این بیماری که امروز در روی دنیا پهن است، به خاطر احتیاط از اون بیماری یعنی که همین جاهای جمعیتی بسته شوند و معین کرده شوند. و این خاطر خواستم که اینا برای شما برسانم تا اینکه مردم سرگردان نشوند و نیایند. البته در روایت ها هم از حدیث بخاری و مسلم است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که در حالتی که یعنی وباها و کسلهای گذرنده می آید، مردم یعنی خبر کنه که نمازها را در خانه هاشو بخوانند. حتی در لفظ حدیث آمده است که صلوا فی بیوتکم، یعنی نمازها را در خانه هاتون بخوانید. البته این یک مصیبت داغ سختی هست که به بالای ما مسلمان ها را آمده است. خداوند پروردگار دعاگو باشیم که این مصیبت از بالای ما دور بگردانه. و در این مصیبتی که دوام 2 هفته من و شما نماز جمعه خوانده نمیتوانیم، اینقدر گفتنی هستیم که انا لله و انا الیه راجعون. پروردگار بزرگوار در برابر این مصیبت برای ما صبر جمیل و اجر جزیل نصیب فرماید و خداوند از این وباها، از این بلاها، از این دردهای تبابت نشونده عالم اسلام را و خصوصا ملت شریف ما را، مردم مسافر و مهاجره که در غریبی ها هستند، پروردگار در حفظ امانش نگه بدارد و شخصیت هایی که بیمار هستند خداوند برای اونها شفای عاجل کامل نصیب فرماید. برادران عزیز بزرگوار، خیلی هوشیار باشه، احتیاطکار باشه که بسیار این کسل یعنی خوفناک و خطرناک است. همه شما را به خدا امانت میسپارم. پروردگار بزرگوار زودتر یعنی این وبا را، این درد تبابت نشونده را از حیات ما دور بگردانه و خداوند مهربان دوباره مسجدهای ما را کشاده و آباد بگردانه. پروردگار هرگز مسجدها را از عبادتگرها خالی و دور نسازد. باقی همه در امان الله باشه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.